عاشق شده ای دل دنیایت مبارک باد، زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد. السلام علیکم بیننده عزیزی ما. السلام علیکم عزیزان. امروز ما آمدیم به طرف خانه بنیادنگر برای تبریک کردن یکی از کلینپاشاهای خاندان البینایتی و البته امروز یک جهان روز خرسندی را پیشکش شما میکنیم. از نام سریا خاله، از نام سیاوشکه از راه خارجه تبریک میکنیم. البته یک سورپرایز کلام هست، با ما باشید. با شبکه شهرام رفتیم. السلام علیکم پدر مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان عالی قدر. ما امروز ما فهمیدیم در این طرفخانه زیبای آهنی یک روز خرسندی بوده است. حیران نشوید که کمپانی شهنان روز روز ترقی یافته است با دعاهای نیکی شما عزیزان. امروز همراه خودمان برای کودکان، برای خردکان همین قهرمان مولتیکی را آوردیم که به همراهی آنها بازی کنند تا آن دم باشد که البته صاحب جشن را کلینپاشای خاندان را تبریک میگوییم. البینا بانو که ما همسین هستیم از شما عذر پرسیده تو گفته صحبت میکنیم، نزدیکتر میستیم. السلام علیکم البینا بانو. امروز جشن زادروز بوده است. امروز 24 سالمه. ما از نام سریا خاله، از نام شوهرتان سیاوشکه تبریک کنیم آمدیم که در شهر خارجه بودن. شخصا خودی خاله جان عزیز، مادری مهربان گفتم که از نام ما رسانید که ما کلینپاشا را بسیار هم حرمت میکنیم و دوست میداریم. کلینپاشای ما یک کلینپاشای چکان هستند. من تازه و آزاده فرزندای ما را نگاه کردم. نبیره های من برای من گوهرک چشم من است. سمیر جان و کبیر جان را همچون یک شاهزاده ها با وای رسانده ایستادند. برای آنا جانشان منظورات رحمت رسانید که جای ما را معلوم نمی کنند. رحمت برایشان تا هستی حیات ما در خدمت آنها میشویم و فقط حرمت میکنیم، دوست میداریم. من هیچ وقت چندین بار با همراهشان صحبت شویم مگر میگویند که من هیچ وقت خطا نکردم که همراه آنها رشته خداوری را بستم. برای من دو فرزند صالح را کبیر جان و سمیر جان را تحفه کردن، برایشان رحمت. خدا کند که سیاوشم از اینجا صاحب سلامت رود و الان خیلی روزی خرسندیش برفته آنها را تبریک کنیم. حیات خوشبختانه را برای ما بسر برند. برای ما از همه گوهر نایاب این فرزندان ما هستند. میخواستیم هیچ وقت خستگی را نبینند در حیات، فقط عائله های خوشبختترین را برپا کنند و در این روزهای خرسندی تبریک کنیم. امروز برای کلینپاشا ما رسانید که امروز روز خرسندیشان است. تبریک گویید، هیچ وقت خسته نباشند. بخواهم آسمان ماند برآید، زمانی گلفشان ماند برآید. بخواهم از همه پیر و جوان ها فقط رنگین کمان ماند برآید. امروز روز خرسندی است. ما که در سفر هستیم، ما که در مهاجرت هستیم، در خارج هستیم، از نام ما یک دستگل زیبا رو انتخاب کنید. یک گلغنچه های زیبا داشته باشد مانند کلینپاشای ما. البته از نام ما رسانید گفتم در اینجا یک دستگل زیبا بود. یک تا خرسک میزنیم از نام عائله‌شان، از نام نزدیکانشان برای البینا بانو مبارک باشد. امروز روز خرسندی است، روز خوشبختی است. البته در روز خرسندی ارزنده است سخن کردن، تبریک کردن. ما می‌خواستیم البته پیش از آن باشد میبینیم یک کتاب قرآن را برای دخترشان منظور خاله تیار کردن. نه تا خرسک زنیم بگذار این خیلی روزهای خرسندی هویدا باشد و پایانداز باشد. مبارک باشد، مبارک باشد. امروز روزی خرسندی است، روزی خوشبختی است. البته آنا جان عزیز را نیز تکلیف میکردیم و البته تا جان ها را یک تا تورت زیبا را ما آورده ایم. همجای همون شیرینی را میبریدیم و پس از آن باز میبریزیم را دوام میدادیم تا آن دم باشد. اگر تفضل استیم کنید منظور خاله یک تا تبریک کنیم دخترک نازنین را. مرحبا. السلام علیکم دوستان و همدیاران عزیز. اجازت فرماید من از این فرصت پرقیمت استفاده برده دخترم البینا را با این روز 24 سالگیش تبریک و تحسینات ها گفتم. به این اولا بخت سفید میخواهم که همه وقت خوشبخت شود. الهیم سیاوش که خوشا پیر شونون 100 سالگی هاشون به همه خیلی نشستا کنم. هم یکاشون حرمتاشون به رحمت، کدام به رحمت.
رحمت سلامت باشد. البته امروز روز خورسندی است. می‌خواستیم آناجان های همراهی تواجان ها تکلیف کنیم یک تا آناجان هر دو آناجان های عزیز مرحمت سرانه زبیانه شما را تکلیف میکنیم نیت کرده یک تا شیرینی را میبرودیم پس از آن بزم امروز را دوام میدادیم. مرحمت امروز روز خورسندی است. چند روز قبل همراهی سرانه در یک بزم زیبا روبرو گردیده بودیم. همراهشون هم صحبت شده بودیم. گفتیم که سرانه شما انسانی چخیلی که نقص نیکی در کمبر ها می‌خالتن و در روز خورسندی تبریک میگویند. نیت‌های نیک و نقص و رحمت برای شما. مرحمت یانشون به استماع تبریک کنیم. مرحمت. فقط خورسندی شود. السلام علیکم مهمانای گرامی خویش تورکا خداها اندها هم یکاتون خوش آمدید. خوش آمدید در رجل کلنی منبع نیوارا کلنم با ایلایم کلنکم سیاوش کده پشت پیر شود. دو تا پسرچه کلون کنن حضور حلوات شبینن سرایایم شاه سلامت تمام کردیو دو بچه کشو کلون کده همینکو کتی ایلایم روزکای نازا بینه فقط نیوارا تویو برسونه خدا هم یکمو شاه سلامت کرده ایلایم کلنکم سات بطریان حضوری بچه کتونه بینه نیواری من کده پشت پیر شوید ای رحمت زیبیانه السلام علیکم زادروزی نبیره مبارک باشد. نیت میکنیم مانندی سارانه که عربی مانندی هر دویتان البینه بانویم یک زن عاقله نامداری دهه آهریک شوند و فقط در خدمت آهریک باشند. مرحمت. السلام علیکم مهمانای گرامی اجازه دید من نبیره امرو دویا کشرو خدای انده مسکو بودگی خدام بسرایو با رحمت سیاوش با رحمت ساق باشن سلامت باشن نوری من که تی خوشه پیر شون حضوری بلایم چقه بینن منظوریم اینایم حضوری همینکای بینایو ساق و سلامت باشه سر اینکا با ساق گرده سلامت گرده هم یکاتون خوش آمده نوری دیده تاجی سر رحمت سیاوش سریا جان رحمت کلون هم یکاتون با ساق باشه الهیم حضوری همینه یابینه رحمت سلامت باشن. البته مبارک باشد. آناجان ها همراهی نبیره همراهی امروز صاحب جشن همراهی ابیره ها سمیر جان و کبیر جان نیت کرده همین شیرینی را میبریم. کنی کار تیار می؟ البته حاضر به نزدی تارت نزدیکتر میرویم. کارت ها تیار می؟ سرود رقصی شود بعد همجایی میرقصیم. البته برای رقص و برای خورسندی کردن آوردیم. یعنی آناجان ها نزدیکتر میستیم منظور خلا نزدیکتر میستیم حتی شیرینی رو تناول کنیم. کنی مرحبا. مبارک باشد. مبارک باشد. مهمانان عزیز از مهمانان حضور پرسیده یک چیز را پرسیدن و رخصت باشد اگر همین مشکی ما سال آچفتر بر اومدن و خواستن که اگر شیرینی را خورند مایلش می نمی مایلش می مرحبا مرحبا مرحبا. یاده قرصه که بخار میزنیم می نمی زادرز مبارک.
رکوشش از همه توفه بهترین عمر رکوشش
کدام تلفن من شما رو میبینم البته میخواستم احترام بینیم شما کنی السلام علیکم از شما از رحمت نقطه شروع تبریک میکنیم من مهمان هایم سلامت باشید رحمت آمد کتاب گلینجا صاحب باشه دست بدرایه گروه پریزی من چطور شد شما با این تمام سپریزا فرستاندم شما با خواب باشید سلامت باشید سرکی محمد صاحب کرده تمام خوشه پیر شاید تو حضوری شما یا دیده گردم الهی رحمت سلامت باشن اشکی شادی البته شما هم بدو همه سری نبره ها بس هر شده خدا خواهد روزه خورسندی به شما اومده تبریک کنیم مبارک باشد امروز روز خورسندی حاضر کدامشان تبریک میکنن سمیر جان سمیر جان تا تبریک میکنیم می نزدیکتر استیم کنی مادر جانم محترم خیلی دوستان می‌دارم برای تو یگانه فیض اینترنت ای رحمت خیلی مهمانان عزیز اکنون برای زرورقان تاریخ را پر از عکس‌های زیبای شما مهر کردن و می‌خواستیم همراهی شما همراهی امروز صاحب جشن ها همراهی سورپرایز کلان ما رسم گیریم فوتوسسی کنیم بعد بزم امروز را دوام دهیم بزم امروز زادروز مبارک باشد میگیم یک تا مدرسشون با خانه جان عزیز رحمت میگیم می برای سورپرایز اولا بار السلام علیکم همه به اینجا آمدگی مهمانا امیرکاتون خوش آمده دیملا جانم و رحمت هم خیلی سپریز هم با فرسوندیم دیدم خورسن شدم
سلامت باشه هم یکاتون بیملا جانکم برم رحمت هم یکاتون با آمدگیتون بر رحمت فقط هم خیلی خورسندی ها باشنیم الهیم رحمت سلامت باشن اکنون یک رسم میکنیم فوتوسسی هم میکنیم و امروزه بازم را دوام میدیم عزیزان این بودن یک سورپرایزی حقانی که بار اول در احالی در این خیلی بزم زیبا آن سورپرایز را آماده کردیم. البته پر از احساسات بود، خودی ما پر از احساسات، پر از سورپرایز، پر از خرسندی بودیم. آن احساسات را، آن حسیات را به زبان آوردن قین است و مشکل است. در این خیلی روزهای خرسنده با چنین پوزیتیو، با چنین پیشروی در خانواده شما مهمان میشویم. برای باوری، برای با ما بودنتان یک جهان سپاس تشکر می‌کنیم. رحمت سلامت باشن. سیاوش خوش آمدن میگویم. سلامت باشن. خیر رفتیم. زلفت خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای عاشق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای زلفت خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای عاشق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای قاشات قلم زدای زلفت خم زدای قاشات قلم زدای زلفت خم زدای
خفم شود